حاجی وین شد. باورم نمیشه. حاجی باورم نمیشه وین شد. درود بچه ها، حسن فیتکس هم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا موضوع ویدیو رو که دیگه مسلما باید بدونید دیگه، رو تامنیل دیگه 100% خوندید. یه ویدیویی من صبح دیدم با این موضوع که طرف اومده بود، یعنی یوتیوبره اومده بود تنظیمات دانکو برداشته بود، ست داده بود رو CS خودش، معتقد بود که خیلی تاثیر مثبتی رو مثلا گیم پلیش گذاشته. آقا ما کنجکاو شدیم، گفتیم خب اون این کارو کرده، ما چرا نکنیم؟ ولی نه تنظیمات دانک، تنظیمات سلطان سیمپل رو اومدم ست بدم که ببینیم آقا واقعا تاثیر داره یا محض بوده. خلاصه سرتون رو درد نمیارم، تا من تنظیمات ست میدم سرعت ویدیو رو میذارم 2x که تایم ویدیو زیاد نشه. شما لطف کن اون لایک بغل ویدیو رو بزن، ساب کن اگه ساب نکردی، اگه ساب داری که دمت گرم، فقط لایک رو بزن، زنگوله رو فعال کن که از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشی. Let's go. خب بچه من تنظیمات رو ست دادم. این که میبینید تصویری خورده جمع شده و کوچیک شده واسه این که تصویر نسبتش 4 و 3. من خودم رو 16:9 بازی میکردم، الان که اومده 4 و 3 یه خورده جمع شده. حالا اینو دیگه به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، سلطان سیمپله دیگه. آقا من یه مچ استارت میکنم که ببینیم تاثیر داره یا نداره. خب آقا استارت شد، مپ اینفرنو هم افتاد، بریم که ببینیم چجوریه. خیلی تصویر روشنه، واسه اینه که برایتنس رو گذاشتم رو 110. بذار من صدای پلیر رو ببندم. خب آجی اصلا عادت ندارم اینجوری بازی کنم، خیلی بازی تندتر شده، تصویر جمع شده. الان که waiting for player. آجی دهنت سرویس. آجی اینا کیان؟ چرا همشون شبیه همن؟ پینگاشون هم شبیه همه. آیتم هم نخریدم، یادم رفت آجی اصلا. اینا چرا نیستن اینجا؟ نکنه AFK یا آجی؟ یارم هم زدم. حاجی اینا چرا وای نمیستن؟ چرا اینقدر عجیبه این گیم؟ یعنی باز AFK هن؟ What the fuck؟ اینا چه نوبایی هن؟ چه خبره اینجا حاجی؟ اینا کی هن؟ ریدن تو گیم. اینور بریم لاشخوری ببینیم میتونیم بزنیم. همشون رو کور کردم. نه اینجا دیر میرسیم حاجی. حاجی چرا این شکلیه؟ پنجتاشو خودم زدم. حاجی اصلا حال نمیده. حاجی وین شد. باورم نمیشه. حاجی باورم نمیشه وین شد. وای فقط اسکورا. آقا یه مچ دیگه فاین کردم، بریم که واقعا تستش کنیم دیگه. مچ قبلی دیگه خودتون دیدید اوضاع رو، دست منم نبود.
مپ داست 2. واسه راند اول یه گرینیت میگیریم میریم در A. همه رفتن شورت. بابا چی میخواد این پشت سر من؟ این از راند اول حاجی بد نبود. یه هد باش زدم ولی خب من با تنظیمات خودم راحت ترم تا اینجا. حالا بریم در ادامه ببینیم. چرا من اینقدر چیز نیست خریدم حاجی؟ اصلا انگار اولین بارمه دارم بازی میکنم با این تنظیمات. بی کاشتن. What the fuck حاجی این چی بود؟ بچه ها راند سوم همچنان 2 تا کیل دارم. حاجی ریلود بودم. وای یه تیر زدم سمتش رفتم رو ریلود. حاجی مثل این که روسا تو چت دارن فوش میدن. معلومه این چیه. حاجی پولم نداریم چیزی بخریم. روسا باز شروع کردن حاجی. بازی بیه. وای حاجی دیگل گرفتم بریم تست کنیم ببینیم چجوریه. من خودم به شخصه با ستینگ خودم حاجی دست به دیگلم اوکیه. چقدر فلش میاد. وای چه اسکین خوشگلی داره حاجی. ایمش تو دیواره حاجی. کیکشو داد. ایمش نگاه 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 چی کار داره میکنه. وای تک به 2 زدم حاجی. یه نفر میدل حاجی اسنایپر. نرو میمیری حاجی. اصلا تمرکز ندارم ستینگ و این شکلی کردم. اصلا تو در و دیوارم یه ویو خاصی داره. آخه گوزو. واه حاجی نارنجک تو دهنم ترکید. حاجی بد مردیم تا اینجا که فرگیه کیم حاجی با 8 تا کیل. طرف حاجی فرگ 2 فرگ 4مون 9 تا کیل داره ولی من بالاترم. عجیبه یه خورده با پینگ 27 طرف پایین تر از منه.
تا اینجا که عادی بوده واسم حاجی. یه خورده نمیدونم معذبم انگار یه جورایی تو گیم. انگار اولین بارمه مثلا اومدم سی اس. خب بگاه رفتیم. اسنایپر بزنش بخندیم. جان مادرت بزنش بخندیم. حاجی اون چه پلشتیه زدش. بمب افتاده. مادر بمب افتاده بود اینجا اومد برداره. راند حاجی شیشمه با 9 تا کیل فرگی یکم. اصلا راحت نیستم با این تنظیمات. فقط دوست دارم حاجی زد. بابا بخور دیگه. این یارا خدا وکیلی ظلمه با ما باشه. طرف با 20 تا کیل هنوز قد من دمیج نزده. یه دیگل مولایی میگیریم با یه دونه فلش بنگ. قشنگ تماشا کنید که قرار چه اتفاقی بیفته. اینجوری پیک میدیم منتظر میشیم یه انمی بیاد. که نیومد. اینجوری هدشو میزنیم. چقدر میس دادم حاجی. قشنگ تیمیت تو در دیواره. میدونم یه خورده فاصله دارم تا در ولی میرسم. یعنی سعی میکنم برسم دیگه نمیرسم. ریدم فلشو. حاجی پینگ پینگ پینگ. حاجی زدمش خدایی. اینو نگاه. ناموسم. بکت بکت بک. تانل تانل بک. حاجی باورم نمیشه گیم تای شد. باورم نمیشه حاجی. یعنی قشنگ 4 تا روس اینور بود 4 تا 5 تا روس اونور بود. همه داشتن به هم دیگه فوش میدادن.
خب آقا بالاخره این مچ کذایی تموم شد. به قدری من انرژی گرفت که من اگه 30 تا دستی اس پشت سرم بازی میکردم اینجوری فشاری نمیشدم. 5 تا روز جلوم بود، 4 تا یارم. آقا بگذریم. اگه بخوام به تنظیماتی که ست دادم از 10 نمره یه نمره‌ای بخوام بدم، من بهش 6 رو میدم آجی. من باش حال نکردم، یعنی نه تنظیمات نور نه تنظیمات برایتنس. البته اینم بگم من سنسی که ست دادم سنس خودم بود، چون سنسیویتی چیزی نیست که بخوای تغییرش بدی. ولی خب من 4 و 3 باز نیستم آجی، یه چیزیه که کاملا شخصیه. یعنی یکی دوست داره 4 و 3 پلی میده، یکی دوست داره 16 در 9 پلی میده. در کل اینجور چیزا یه چیز شخصیه. اون مثلا ایم و دیگه تنظیمات سنسیویتی و اینا کاملا شخصیه. همه چی بستگی به یه چیز داره که آقا شما با این تنظیماتی که الان داری چقدر تمرین میکنی. یکی هست مثلا 16 در 9 پلی میده، روزی 10 تا مچ بازی میکنه. یکی هم هست مثلا تنظیمات سیمپل رو ست میده، روزی یه مچ هم پلی نمیده. خب مسلما اونی که تمرینش بیشتره بازیش هم بهتره. پس همه چی بستگی به خودتون داره. اگه دوست داشتید تنظیمات من واسهتون میذارم که شما هم ست بدید، تست کنید. حتما اگه تست کردید تو کامنت ها واسم بنویسید. سوالی چیزی هم بود در خدمتم. آقا لایک کامنت ساب یادتون نره. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودید. دم همگی گرم. فعلا.